به نام خدا. سلام خدمت دوستان عزیز، وقتتون بخیر. تو این جلسه میخوایم به مبحث مهم چند ریختی یا پلیمورفیسم بپردازیم. تا الان دو ویژگی کپسول سازی و وراثت رو بررسی کردیم و الان ویژگی سوم رو میخوایم توضیح بدیم. نکته که وجود داره اینه که علاوه بر کلاس ها خود یک برنامه پایتونی هم میتونه پلیمورفیسم یا چند ریختی رو پیاده سازی کنه. چند ریختی چیه؟ اگر من توی یک برنامه یا یک کلاس پایتونی خودم تابعی داشته باشم که به شکل‌های مختلف بشه ازش استفاده کرد، عملاً پلیمورفیسم رو پیاده سازی کردم. ببینید مثلا من یک تابع معمولی دارم مثل تابع سام. از این تابع استفاده می کنم تا 2 تا عدد رو جمع کنه. حالا اگر من و شما بتونیم طوری برنامه نویسی کنیم که این 2 تا عدد بشه 3 تا، یا اینکه بتونیم 2 تا رشته هم بفرستیم و باز هم کار کنه، اینجاست که پلیمورفیسم رو در سطح برنامه پیاده سازی کردیم. و اگر در سطح وراثت ما چند تا تابع همنام داشته باشیم بین کلاس والد و فرزند، باز هم پلیمورفیسم پیاده سازی شده. خب الان که بریم عملی پیاده سازیش کنیم کامل متوجه میشیم. VS کد رو باز میکنم، یک فایل جدید میسازم. میخوام یک پروژه خیلی ساده برنامه کوچیک بنویسم. اسمشو میذارم پروژه 1.py. یک تابع دارم به نام تابع سام. چیکار میکنه؟ میخواد 3 تا عدد رو با هم جمع کنه. A و B و C. ریترن کن مجموع این 3 تا رو. در نهایت فراخوانیش میکنم. تو دستور پرینت میگم صدا بزن تابع سام رو با 3 تا مقدار عددی، چند مثلا 5 و 10 و 15 اجرا میکنم. برنامه که تا حالا چندین بار نوشتیم و اجرا کردیم. بله، عدد 30 رو برای من برمیگردونه. مجموع اعداد 5 10 و 15 میشه عدد 30. حالا من بیام همین تابع رو با همین نام دوباره بنویسم و این بار 2 تا ورودی بهش بدم. بگم دوباره F سام L و B. بعد بگم 2 نقطه‌اش رو. بعد بگم برگردون برای من مجموع A به علاوه B. خب الان من 2 تا تابع همنام دارم که یکیش 2 تا ورودی میخواد، یکیش 3 تا ورودی. حالا اگر دوباره همین دستور پرینت رو اجرا کنم چه اتفاقی میفته؟ کار نمیکنه. میدونین چی شد؟ مفسر پایتون گیج شد. راستش رو بخواین اگر 2 تا ورودی میفرستادم اجرا میشد. میخوای امتحان کنیم؟ امتحان میکنم تا الان دلیلش رو بهت بگم. دوباره 2 تا تابع همنام دارم، اما این بار با 2 تا ورودی صداش میزنم. نتیجه 15 رو برای من برمیگردونه. در واقع اگر توی پایتون شما چند تا تابع همنام داشته باشی و پشت سر هم تعریف کرده باشی، پایتون فقط آخری رو میشناسه. آخرین تابع من 2 ورودی بود و نمیتونه چند تا رو با هم تشخیص بده. که ما میگیم چیکار میکنیم؟ توابع با مقادیر پیشفرض رو تعریف میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینجا میگم اگر مقدار C برات ارسال نشد، شما مقدار پیشفرض 0 رو براش در نظر بگیر.
و اینجا میگم A به علاوه B به علاوه C. الان عملا برنامه من دارای دو ریخت شد، دو شکل یا دو ریخت. یه ریختش اینه که من براش 3 تا ورودی بفرستم، مثلا 5 و 10 و 15. یه شکل دیگهش اینه که 2 تا ورودی بفرستم. چطوری؟ با مقدار پیش‌فرضی که برای متغیر سوم در نظر گرفتم. و عملا یک ساختار پلیمورفیسم اتفاق میفته. به این مدل از پلیمورفیسم میگن اوورلودینگ. یعنی چی؟ یعنی یک چند ریختی در محدوده برنامه. محدوده برنامه یعنی که کلاس نداریم، فقط یک تابع ساده داریم، کلاسی وجود نداره و خیلی میشه اینو توسعه داد، اما تو این دوره نمیتونیم بیشتر از این سختش کنیم. پس بدونید اگر داخل یک برنامه تابعی داشتیم که میشد به شکل‌های مختلف، به ریخت‌های مختلف ازش استفاده کنیم، عملاً پلیمورفیسم یا چند ریختی اتفاق افتاده از نوع اوورلودینگ. برنامه رو کامنتش میکنم. حالا اگر شما در سطح وراثت، یعنی یک کلاس داشته باشی و در سطح وراثت بخوای پلیمورفیسم رو پیاده سازی کنی، این برنامه قبلی رو ببینیم. اینهریتنس. ما یک کلاس والد داشتیم به نام پرسن و 3 تا کلاس فرزند، استودنت، تیچر و ایمپلوی، کارمند. الان مگه کلاس استودنت فرزند پرسن نیست؟ قبول دارید که الان صفت‌ها و توابع والدش رو به ارث برده؟ یعنی همه فیلدهای نیم و فامیلی و تلفن آدرس رو داره و تابع شو هم به ارث برده. درسته؟ تابع شو اینفو هم که مال والد هست فرزندان به ارث بردن. حالا اگر من یک تعریف کنم، اینجا نمونه تعریف کردیم جلسه پیش، یک تعریف کردیم از نوع استودنت با این مقادیر. گفتیم که آیا این یک میتونه تابع شو اینفو رو صدا بزنه؟ بله. چرا نتونه؟ چون والدش این تابع رو داره و اینم به ارث بردش. استودنت این تابع رو به ارث برده. ببینید شیئی که من ساختم از نوع کلاس فرزند بود، ولی تابعی که صدا زدم باهاش تابع کلاس والد بود. درسته؟ حالا نکته الان شروع میشه. من میام توی کلاس فرزند هم مثلا همین استودنت دقیقا یک تابع با نام شو اینفو تعریف میکنم. بذارید همین رو کپیش کنم توی کلاس فرزند. اینجا یک تابع تعریف میکنم دقیقا به نام شو اینفو. میگم مثلا پرینت کن هرچی استودنت. حالا یه سوال، به نظر شما وقتی اینجا میگم s1 دات شو اینفو کدوم تابع فراخوانی میشه؟ تابع شو خودش یا والدش؟ اجرا کنیم ببینیم. اینو کامنتش کنم، اینو اجرا میکنم. چی چاپ شد؟ استودنت. یعنی چی؟ یعنی تابع شو خودش فراخوانی شد. این میگم پلیمورفیسمی که در سطح وراثت اتفاق میفته. یعنی شما توی کلاس فرزند تابعی همنام با تابع کلاس والد داشته باشی. الان تابع شو اینفو هم توی کلاس فرزنده هم توی کلاس والد، جفتش هم یه اسم داره، شو اینفو. به این تابع داخل کلاس فرزند، به این که داخل کلاس فرزند هست میگن تابع غالب، یعنی غلبه میکنه. غلبه به چی؟ به قبلیه و قبلی از کار میفته. این تابع شو اینفو والد از کار میفته. خب شاید الان بگی خب چه کاریه؟ اصلا داخل کلاس والد ننویسیمش. ولی من میگم
شاید این والد 5 تا کلاس بود. خب اونی که تابع شو اینفو رو داره که هیچ، از تابع خودش استفاده میکنه. و اونی که نداره، مثلا شاید کلاس تیچر این تابع رو نداشت، پس میاد از تابع شو والدش استفاده میکنه. یعنی عملا تابع شو داره به ریختهای مختلف استفاده میشه. به این مدل چند ریختی میگن overriding. پس با این حساب متوجه شدیم که 3 تا از بارزترین ویژگی کلاس ها کپسول سازی، وراثت و چند ریختیه. همه این مطالب دوباره تو دوره پیشرفته بررسی میشن با جزئیات بیشتر و خیلی مفصل‌تر آموزش داده میشه. جلسه بعدی در مورد کلاس های اینام صحبت میکنیم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.